برادر جلال الدین یقانی است. تقریبا از پدر و بابا و اجدادشان اینا در خوست و پکتیا و پکتیکا در اینجا مردم داشتن، حتی این تا غزنی، تا تمام تقریبا در پشاور پاکستان. ببین آقای فروتن، این اصلا از چشم هیچ کسی پنهان نیست که تروری خلیل الرحمن یقانی به همر ملا هیبت الله این آدم ترور شده است. اگر خانواده یقانی متوجه نباشد تمام از نابود میشوند، چون به خاطری که دیگه قنداریا دشمن ندارن. دشمنی که از ازبکا بود صلاح الدین ایوبی در برابر یزید یگان سرکشی میکرد، توقیان میکرد، اون خانه نشینش کردن، قنداری را بردن در فاریاب والی تعیین کردن با 500 نفر مسلح. فاریابی ها را گفتن که اگر سر بالا کردین در زندان رایتان میدیم. خب تو میفهمی که 2 نفر از بدخشان، مولای سیب نثار احمد معاون والی بدخشان بود، مولای سیفی الله قماندان یمه بغلان بود. این 2 نفر از جمله نفرای فعال خلیل الرحمن یقانی بودن. هر دیگر در بدخشان ترور کردن. خب ما شما عملا دیدیم تقریبا عالی فقط جای مونده که باید خانواده یقانی را اینا از بین ببره. اگر اینا تقریبا حکومتداری خودشان در خطر میبینند. بعد از اینکه اما مرحله اولم که مکتب را ملا هیبت الله بند کرد، اینا مخالفت کردن. در این مرحله دوم هم که بخش قابلگی که فعال بود اونا را اینا بند کردن یا مخالفت کردن. اینالی پیشترم برات اشاره کردم که خانواده قنداریا را ملا هیبت الله از طریق این بسیار پول فراوان این به قندار روان میکنه. روسیه، چین، این آدرس تقریبا خانواده قنداریا را اقبال میکنه. پیشتر آقای کی بود؟ خراسانی بود. اصلا اینا با پاکستانی ها هیچ مخالفتی نداره. تقریبا مردم افغانستان، مردم کابل یگانه امیدواری داشتن که شاید دروازه‌های پنتون، مکاتب، دانشگاه اگر اینا باز شود، یگانه امیدواری هم که داشتن همین خلیل الرحمن یقانی بود. خلیل الرحمن یقانی بود که مردم میره با او مشوره میکرد، با او مذاکره میکرد، در کابل با مردم دید و وادید میکرد و آدمی با صلاحیت بود. مثلا این ملاغنی و این کسایی که در داخل ارکه ریاست جمهوری هستن، اینا مامورایی هستن که از قندار دیکته شدن به اجرایی شدن. اینا اصلا هیچ صلاحیتی ندارن در داخل ریاست جمهوری. یگانه امیدیدم که مردم داشت امینا بودن. جناب یفتلی بین صحبت‌هایتان آمدم در زمانی که کابل گرفتن، ملا برادر را در ارگ ریاست جمهوری کابل خلیل الرحمن یقانی ضرب و شتم کرده بود. بله، چون به خاطری که تمام کابل در اختیار از یا بود. حتی این غیر از قندار، غزنی، فرا، هرات همه که در اختیار خانواده یقانی بود. تقریبا خانواده یقانی در برابر قنداریا زیاد گذشت کرده است. اگر از این بالاتر هم اینا گذشت کنن یا خانوادهشون کاملا نابود بشه. چون ما طرفداری هیچ نوع تروریستی نیستیم. ما باور داریم، یقین داریم که در شهادت جنرال داوود نابود بشه. چون ما طرفداری هیچ نوع تروریستی. سالش میگیرم در ولایت بدخشان مولای سیفی الله، مولوی نثار احمد در یک مزاری هم ترور شد. اما والی که از قندار از ملا هیبت الله در بدخشان رفته است، آزادانه در کل بدخشان میگرده. خو امو انتیاری داییش و امو چیزا در کجاست که برای انتیار کنه؟ در شهر فیض آباد یک قذیفه در شانه‌اش است، 2 تا بادیگارد از او بالا بادیگارد هم نداره، در کل بدخشان میگرده. هیچ انتیاری وجود نداره که برای انتیار کنه. برادر این قضایایی است که از چشم مردم پنهان نیست. قنداریا تقریبا عالی یگانه کسی که ماند است که از سریرشان اینا را ورداره در افغانستان خانواده یقانی است. قنداریا جز از خودشان هیچ کسی را نمیخوان. اصلا نمیخوان که با هیچ اقوام افغانستان سازش کنه. حتی اینمو قنداری که صدا بلند کنه در برابر طالبان او را از بین میبره. اصلا امیدواری هم که مردم افغانستان داشت کاملا امیدم از بین رفت. این نظری من بود که یگانه طالبی که میانه رو بود با مردم ارتباط برقرار میکرد خلیل الرحمن یقانی بود. اینا یادید او کسی که در برابر ملا هیبت الله میسته و صدا بلند میکنه که دروازه مکتب باشه و همون کیست؟ دوستا گفتن تا جای من موافق هستم و بعضی قسمت هایش من مخالف هستم که در اون قسمت ها ما میخوایم کمی صحبت بکنم. اولی که طالب خوب و بد هیچ نداره به نظر شخصی من. نظر من از من نمیفهم، شاید دوستا چی نباشن، مخالف باشن و تحلیل های خود داشتن، توضیحات دادن. من میگم طالب
شما که تا جای قنداری و خوستی تقسیم میکنین، من میگم غلجه و درانی همین دو قومی که بین هم میزنن. ما و شما چند روز قبلتر از این موارد اختلافاتی که در بین ازیا بود، گروه های محرومی که در بین ازیا بود، کسایی که زیاد انتحاری کرده بودن، کسایی که بیشتر قربانی داده بودن، کسایی که حال زیاد قدرت میگیرن که در وقت کمتر قربانی داده بودن، این مسائل را ما و شما به جزئیاتش رفتیم صحبت کردیم. این اولین ترور نیست که شبکه حقانی ترور میشه توسط درانی ها. قبلا هم ما و شما ترورهای مشابه را داشتیم. یکی از مقامات از یاد بلخ ترور شد در داخل دفترش مقام ولایت، مگر شما فراموش کردین، شاید دوستا به یاد داشته باشند. و درگیری که بین ملا برادر و گروه حقانی که در ارگ ریاست جمهوری صورت گرفته بود، بعد ها منابع استخباراتی که در داخل خودی از یاس اینا بعضی مشکلات از را افشا کردن و شما رئیس آیسای هم اگر امرای یک تعداد مقامات دیگه پاکستان در کابل سرینا ندیدین آمدن یا را جور آوردن. اختلافاتی درون قومی طالب اصلا انکار ناپذیر است. یک چیزی بسیار اوریان و روشن است. یک مقداری بیرقی شده. آن شما حقانی را چند روز قبل دیدین در رابطه با ملا برادر چی گفتن. یعنی این مسائل در ضمنی که ما افغانا را در بین خودشان کشت و خونشان در تاریخ داریم، در گذشته های تاریخیشان اگر ما بریم از قرن 16 وقتی که خطک خوشحال خان خطک در شعرهای خود میاره از کشتاری افغانا در میان هم داشتن، کشتاری وحشتناک، از او وقت که آدم فکر بکنه تا امروز ما دوامدار در تاریخ اینا را اختلافات قبیلوی و درون قومی اینا را داریم که امروز هم وضعیتی از اینا متأثر از این مسئله است. این قطعا ناممکن است که به یک تفاهم کلان برسه. حالی آمدیم در راستا با مسائلی که دوستا اشاره کردن که اول می جوانی که پیشتر آمد صحبت کرد، گفتن استخبارات خارجی در دست داره. چی نفع داره؟ یا مزدور است او هم مزدور است. هر دوی از اینا هر آنچه که همین قدرت ها بخواین، کانال های استخباراتی که به نوع ارتباط دارن بخواین برشان در خدمتشان است، هر چی بخواین انجام میدن. حالی آمدیم در راستا با مسئله داخلی از اینا، در داخلی از اینا که اینا هر قدر که دیگه خدا بخورن اونا کار ندارن. خلیل رحمان مرد، سراج الدین خان است، سراج الدین رفت، عبدالله خان است، جنت گل خان است، صدها تا دیگه وجود داره در داخل کودای استخباراتی هستن. فقط تصویرش آورد از کو میسازن. شما میفهمید که کدام گپ مشکل نیست. علی کدام فیلسوف و کدام آدمی بسیار چهره کاریزماتیک و چی نبود، یک کود بود از یک جای کشیدش، چند تا ملا را خطرخوانی کرده بود، حالی آورده بودش مشهورش ساخته بود. میتونه هر کدام دیگه از یاری کار بکنه. گپ ما همی است که اینا نه به خاطر خیر و فلاح و مملکت آورده شدن و نه هم خودی از اینا به این نتیجه میرسن که یک تفاهم کلی را برا بندازن با طرفهای مختلف، یک راه حلی را که حداقل بتونن وطن از اون حالت بیرون بکنن، چون این هدف کلی نیست. بنابراین دوستای ما زیاد خوشبین بودن در رابطه با ارتباطات از اینکه اینا با اقوام دیگه داشتن. بله، اکثری از اینا به خاطر سرمایه هایی را که جمع کردن از قاچاق، از راه های نامشروع، پول هایی را که اینا جمع کردن، چی در دوران جمهوریت چی امروز هم در داخل افغانستان سرمایه گذاری دارن اینا به نام های مستعار، و هم در بیرون از در پاکستان دارن. اینا نمیخواین که دیگه اینمی جمع کردگی های خود یا همین امکاناتی را که اینا دارن این از دست بدن. از هر راهی ممکن تلاش میکنن امو دشمنی هایی که در گذشته بین مردم و بین از اینا بوده، اینا به نام صلح و این و آن یک تعدادش به پایان برسانن. ولی در کل مسائل قدرت که مطرح میشه، اینا به هیچ عنوان باز در قدرت شما ببینید امیالی بیشتر از 80% درانی ها ولایات، قماندان های امنیه ولایات، از ولسوالی ها، از کابینه در دست دارن. امیر رقم شما دیدین مسئله قنداری و خوستی را شما مطرح کردین. ملا یعقوب قنداری است ولی غلجه است، اونا هرم خلق قدرت کرد. شما نمیبینین امیر رقمی که اقانی ها را چی کرد، اونا ملا یعقوب هم کرد. بچه ملا عمر کی است؟ اوتک است، غلجه است در قوم. موضوعات غلجه و درانی به حد کافی ریشه در تاریخ داره. ما شما قسمی که پیشتر یاد کردم مسئله کشتار تاریخی از اینا را که یک دیگه خود کشتن. امیر رقم ما شما اگر تاریخ مطالعه کرده بیم تا زمانی اشرف غنی آقای بختیار امی گپ در زمان عامل کرزی هم بود. مثلا کرزی زیادتر درانی ها را در حرکه سطح وزارت ها در کرسی ها آورده بودن و آقای غنی وقتی در قدرت آمد یک گل آقا شیرزی و از آدرس دکتر عبدالله از آدرس درانی ها در قدرت بود. بقیه همه را حذف کردن، حتی رازق را دیدن نتونستن اینا روان کردن
محافظ والی قندهار او را هم کشتن. بله دقیقا ما میخوایم جمع بکنم گپای خود فروتن صاحب. ما میگم بستر یک زدن و یک حرج و مرج کلان، یک جنگ و درگیری کلان درونی امی گروه طالبا به حد کافی مساعد است. هر قدری که زمان تیر میشه این نارضایتی ها، این جنجال ها، کشمکش ها آفتابی تر شده میره. به می اندازه چهره هایی که در داخل از ایناست که مثلا در بستای کلیدی کار میکنن بی‌اعتمادیشان نسبت به یک دیگهشان به حد کافی است. شما ببینین زمانی که ملا هیبت الله میخواد گروه حقانی را حتی امی سراج الدین ببینه، اینا نمیمونه که تفنگ امرای خود دو محوطه‌ای که داخل میشه ببره. امیر رقم اگه از اون طرف میآید اینا نمیخواین دو ساحه از اینا که باید چی باشه و یک دیگهش تعهد میگیرن که شما باید امنیت ما رو تضمین کنین که ما در اینجا میایم یک اتفاق نمیفته که تفنگ ما رو میگیری. اگر یک اتفاق افتاد چی میشه؟ خب بینی رقم اینا تا جای میتونن که مستقیم یک دیگه خود نتونن بزنن، ولی از طریق یک سناریوی ساختگی که اون نفر دستش بسته کردن از این راههای دیگه بسیار ساده که اینا میشناسند که هیچ جبهه مقاومت، جبهه آزادی، امریکا، اسرائیل، هیچ کس دشمنتر از خودی از یاد بین یکی دیگه شان زیرا بسیار واضحه یکی دیگه از یاد میفهمن. بناهن من میگم که نه استخبارات بیرونی است، نه جبهه مقاومت است، نه داعشی است، هیچ گروهی نیست. اونمو مسائل قدرت خواهی، تمامیت خواهی که از لحاظ فطری و از لحاظ ارثی در خون و رگ از یاد جاری است، اونمو باعث است که دیگه خودم میدارن. این به نفع مردم است. یگانه مقام دولتی در دنیا است که کشته میشه یک نفر اشک نمیریزه، برعکس از الف تا یا مردم پایکوبی میکنه. من کامنتار خواندم، خدا و راستی قسم است که اشک از چشمایم جاری شد. ببین که چقدر مردم از دست از اینا آسیب دیده، چقدر اینا بالای گرده های مردم تحمیل هستند. وقتی که یک وزیر یک مملکت کشته میشه 2600 کامنت پای یک پوست است، یک کامنت ما پیدا نکردم نوشته کرده باشه که انا لله و انا الیه راجعون، یک کار خراب شده، کار صورت گرفته. این بیانگری چی است؟ بزرگوار، با آمدن طالب یک تعداد کشورهای در همسایگی افغانستان نگران شده بودند. حال وقتی ما میبینیم که در سوریه یک اتفاق کلان میفته، ده ها هزار نیروی جنگ دیده و تجربه کار طالب اونجا سر از میدیا و رسانه ها بیرون میکنه، یک پای دیگه به مولوی فلان و مولوی فلان در افغانستان پیام تبریکی روان میکنن. واقعا طالب به غده سرطانی در سطح منطقه تبدیل شده یا نه؟ در این مورد نظرتون چیست بزرگوار؟ آقای فروتن، پیشتر هم اشاره کردم که در گذشته طالب تعلق داشت با امریکایی‌ها، با کشورهای عربی، با هیچ کشوری دیگر ارتباط نداشت. اگر ارتباط هم داشت بسیار ارتباط جزوی، بسیار ارتباط عادی. حالی طالبا تقریبا چندین بخش شدن، تقریبا اینمال یادید دو برابر امریکا ایندیا فعلا به طالب کمک میکنه. فعلا کنسولگری این در قندهار فعال است. این ضرورت به این نداره که ایندیا بیاین با ملا برادر صحبت کنن، با کسای دیگه که در قطر ریاست جمهوری با اونا صحبت کنن. مستقیما با ملا هیبت الله صحبت میکنن، مستقیما با ملا هیبت الله مشوره میکنن. ببین آقای فروتن، فعلا آنقدر امکانات در اختیار طالباست. قنداریا بخواهن تروریست ها را به سوریه روان میکنن، با خدا با امریکا روان میکنن، بخواهن با اینمی اروپا رایی میکنن، به خاطری که آدم پول داشت، پیسه داشت، هر کار کنه میتونه. انسانی به پول و به پیسه هیچ کاری کرده نمیتونه. بیشتر گفتم که سرمایه چین فعلا در اختیار طالباست. سرمایه این کاملا پیشترم گفتم کنسولگریش در قندهار است. مستقیما دلار به شکل اساسیش میاد در اختیارشان قرار میگیره. این پول به ملا هیبت الله میده. فعلا گروه جیش محمد در قندهار مرکزیتش است. فعلا در بلوچستان جنگیده رایید. اینایی که در کویته پاکستان هم میجنگه، اینا از این تیم قندهاری ها پول میگیرن. ببین آقای فروتن، پیشتر وقتی دوستا یکان حرفا را زد، گفت که ما اینا کیرم وزیر دفاع هم خلق کردن. نه، وزیر دفاع خلق نکردن. اون سیاست است. اگر در سیاست تنها صلاحیت های حقانی را کم میکرد، دیگرها را کم نمیکرد، اونا خب میفهمیدن. پس اینجاست که اینا فقط خانه را برای حقانی ها دادن، کلی خانه را گرفتن.
اگر خانه در پیششان است، اگر یک کلیش پیش یقانی است، 3 کلیش برادر جان پیش ملا هیبت الله. تو فکر بکن که وزارت برشان داده، دیپو را برشان نداده است. چه فرق میکنه که آدمو داخلی دیپو ماینه بگیره در زیر پای یقانی بونه؟ وقتی که دیپو در اختیارت نبود، خود صلاحیت چند نداری، حقی بررسیش هم نداری، حقی نداری که تفتیش استخبارات چه دیگه او را بررسی کنه. جز تفتیش استخباراتی از قندار بیا او را بررسی کنه. بی آقای فروتن قضیه به شکلی پیچیده است، که پیشتر خود یک اشاره کردی که اینا با کشورهای دیگه مشکل خلق نکنن. من میگم اینا با خودشان مشکل دارن، با دنیا مشکل دارن. اینمی پولی را که اینمی دنیا بر یه کمک میکنه، به اینمی پولی خودشان تمام دنیا را اینا ناامن میسازن. ولی من کاملا آقای فروتن در این گپ موافق هستم. اصلا من میگم که بالای اینمی طالب باور کردن درست نیست. اما یک گپ بود که مردم ما از آدرس خلیل رحمان یک امیدواری داشت، اما امیدم خرج شد دیگه. هیچ نوع دروازه نموند است که مردم با او دروازه بره و برادر اینجا همو گفته های مردم با هیبت الله برسانه.